عرض سلام به همه شما دانشپذیران عزیز. امروز با هم دیگه سوالات ریاضی دو، حالا توی آزمون های سالهای گذشته جراح باشا اومده رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب دوباره مثل سری قبل سوالات اینجا به ترتیب فصلای ریاضی دو هست که میتونیم پی دی اف شو من میذارم توی کانال و از اونجا میتونیم به دست بیارین. خب بریم از سوال اول. مبحث پولینوم ها گفته چی؟ گفته پی ایکس مون مساویه با منهای 3 ایکس به توان 3 به اضافه 4 ایکس به توان 2 منهای آی ایکس به اضافه 6. گفته اگه پی دویمون مساوی با منهای 4 باشه، پی منهای یکمون چی میشه؟ خب اینجا ما به آ نیاز داریم، پس میگیم چی؟ پی دویمون چیه؟ پی دویمون مساویه با منهای 3 ضرب در 2 به توان 3 به اضافه 4 ضرب در 2 به توان 2 منهای آی ضرب در 2 به اضافه 6 مساوی با چیه؟ مساوی با منهای 4 هست. از اینجا میگیم چی؟ منهای 3 ضرب در 8 مون میشه منهای 24 به اضافه 4 ضرب در 4 مون میشه 16 به البته منهای 2a به اضافه 6 مساوی با منهای 4 هست. این دوتا میشه منهای 8، اینجا یه به اضافه 6 هم داریم، با این میشه منهای 2. منهای 2 رو هم ببریم این طرف، منهای 2 آیمون مساویه با اینم میشه به اضافه 2 مساوی با منهای 2. از اینجا آیمون میشه 1، پس اینجا چی بوده؟ منهای x بوده. از اینجا پی منهای 1 مون پس مساویه با منهای 3 ضرب در منهای 1 به توان 3 به اضافه 4 ضرب در منهای 1 به توان 2 منهای 1 به اضافه 6. اینجا میشه به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 1 و 6. جمع کنیم میشه 14. گزینه دی. سوال 20 بود، سوال حالا سطح متوسط. سوال سوم رو با هم دیگه ببینیم. بازم مبحث پولینوما. گفته کیوی 3 مون مساویه با 2 پی 5 مون چند میشه؟ خب اینجا چی داریم؟ کیوی 2x منهای 1 رو داریم، پس میگیم 2x منهای 1 مون مساوی با چیه؟ مساویه با 3. از اینجا x مون میشه چی؟ 2x مون مساویه با 4، x مون میشه 2. خب اینجا پی x به اضافه 3 رو داریم، جای x2 بذاریم اینجا میشه 5. ما هم پی 5 رو نیاز داریم، پس میگیم پی 5 مون بر روی q3 که 2 هست مساویه با x مون چند بود؟ x مون 2 بود. میگیم چی؟ منهای 2 به توان 3 به اضافه 4 ضرب در 2 به اضافه 9. خب پس پی 5 مون مساویه با 2 ضرب در اینجا منهای 8 داریم به اضافه 8 داریم و به اضافه 9. این دوتا خط میخورن میشه 2 ضرب در 9 که میشه 18. گزینه دی. خب اینم سوال 20 بود. بریم ببینیم در ادامه چی داریم. سوال 2. یه پولینوم داده که حالا تقسیم x به توان 2 منهای x شده، منهای 1 شده. حالا باقی موندمون ax به اضافه b هست. از ما آی منهای b رو خواسته. بچه ها چطور میتونیم آی منهای b رو به دست بیاریم؟ پس چی باشه؟ x رو اینجا باز چی بذاریم تا اینو به دست بیاریم؟ x باز منهای 1 باشه که حالا چی میشه؟ میشه b منهای a که حالا اگه منفی رو مشترک بگیریم میشه آی منهای b. جوابمون رو از این راه میتونیم به دست بیاریم. پس چیکار میکنیم؟ x رو منهای 1 میذاریم، میگیم منهای 1 به توان 4 منهای 1 به توان 3 به اضافه 3 ضرب در منهای 1 به توان 2 به اضافه 5. اینجا منهای 1 بذاریم میشه 0. اینجا هم جمع کنیم میشه 1 به اضافه 1 به اضافه 3 به اضافه 5 مون مساویه با، گفتیم اینجا منفی بذاریم چی میشه؟ میشه b منهای a. اینجا رو جمع کنیم میشه 10 و منفی رو اینجا مشترک بگیریم، دایمون مساوی با منهای آی منهای b. منفی رو اینجا ببریم، پس آی منهای b مون در واقع میشده منهای 10. گزینه آ. سوال بعدی سوال 4 که بعضی از دانشجوها روی این سوال خیلی گیج میشن، ولی دقت کنین بچه ها. گفته پی سوم ایکس مون مساوی با 64 ضرب در پی ایکس به اضافه 1. بچه ها اینجا پی ایکس مون اصلا ایکس در خود نداره، در واقع پی ایکس مون یک عدد ثابته، چون اگه ایکس می داشت به توان 3 مساوی نمیشد به این صورت به 64 ضرب در ایکس. پس ایکس مون چیه؟ پی ایکس مون یه عدد ثابته، پس میگیم چی؟ اینجا میگیم سی به توان 3 مساوی با 64 ضرب در سی.
خب اینجا سی ها خط میخورن، در واقع در این سمت سی به توان 2 میمونه مساوی با 64. از اینجا سی میشه رادیکال 64 که میشه حالا 8. خب از ما چی رو پرسیده؟ پی 3 به اضافه 2 به اضافه پی 2. گفتیم هر کدومشون 8 جمع کنیم میشه 16 گزینه دی. سوال خیلی خوب از سال 2021. خب بریم ببینیم در ادامه چی داریم. گفته اف ایکس مون مساوی با منهای ایکس به اضافه 2، جی ایکس مون هم منهای ایکس به توان 2 به اضافه 5. اف جی 3 مون میشه چند؟ خب اول جی 3 رو به دست میاریم. جی 3 مون میشه چند؟ میشه منهای 3 به توان 2 به اضافه 5 که میشه منهای 9 به اضافه 5 منهای 4. خب جی 3 مون منهای 4 شد، پس میگیم اف منهای 4 مون مساوی با منهای 4 به اضافه 2 که میشه 6 گزینه دی. سوال بعدی سوال 7 رو با هم دیگه بررسی میکنیم که چی گفته؟ گفته پی ایکس مون پی ایکس و کیو ایکس مون پولینوم های حالا فانکسیون هستن. گفته اگه ما پی ایکس رو تقسیم ایکس منهای 5 کنیم باقی موندمون 1 میشه. خب گفته پس اگه QX رو تقسیم X کنیم باقی موندمون چند میشه؟ پس در واقع بهمون اینجا دو نکته رو گفته چی؟ اگه PX تقسیم X منهای 5 بشه باقی موندمون چی میشه؟ 1. پس در واقع P 5 مون میشه 1، چون اگه X منهای 5 مساوی با 0 بذاریم از اینجا X رو 5 به دست میاریم که در واقع P 5 مون میشه 1. و چی رو داده؟ گفته اگه QX تقسیم x بشه باقی موندمون چنده؟ در واقع از ما سوال q 0 رو پرسیده که میشه چند. خب ما p 5 رو اگه بخوایم به دست بیاریم پس در واقع باز 2x منهای 1 رو مساوی با 5 بگیم دیگه. میگیم 5 منهای که میاریم این طرف 2x مون میشه 6، از اینجا x مون میشه 3. خب اگه 3 رم اینجا بذاریم چی رو به دست میاریم Q 0. حالا همین سوال ما هست، پس میگیم چی؟ پی 5 مون به اضافه x مون چند بود؟ 3 بود دیگه، به روی چی؟ Q 0 مون مساویه با حالا x به اضافه 4 که میشه 3 به اضافه 4 7. از اینجا 7 تا Q 0 مون مساویه با پی 5 مون چند بود؟ 1 بود دیگه، 1 به اضافه 3 مون هم میشه 4. پس Q 0 در واقع 4 به روی 7 بوده که میشه گزینه B. سوال بعدی سوال 6 رو با هم دیگه میبینیم که دوباره یک سوال خیلی ساده هست. سوال 2021 گفته چی؟ اگه fx مون رادیکال x منهای 2 باشه f36 به اضافه f49 میشه چی؟ اگه f36 رو بخوایم به دست بیاریم میشه چی؟ میشه رادیکال 36 منهای 2 که میشه حالا 6 منهای 2 که میشه 4. f49 مونم مساوی با رادیکال 49 منهای 2 که میشه 7 منهای 2 که میشه 5. جمع این دوتا رو بگیریم 4 به اضافه 5 مون میشه 9 گزینه C. در ادامه سوال 8 رو داریم که گفته f3x به اضافه 1 مون مساوی با 2x به توان 2 به اضافه 4x. گفته از اینجا fx به اضافه 1 مون میشه چند؟ بچه واسه این سوال خب دو راه حل وجود داره. یکی راه حل خیلی طولانی هست و راه حل خیلی ساده است. راه حل طولانی که ما این دوتا رو مساوی با هم قرار بدیم و حالا توی معادله بذاریم و اینا که وقت زیادی رو میگیره. ولی راه حل ساده چیه که حالا یه عدد گذاری کوچولو میکنیم. مثلا میگیم اینجا اگه x رو 1 بذاریم چی میشه؟ 1 ضرب در 3 به اضافه 1 مون f4. خب اینجا هم 1 بذاریم میشه 2 به اضافه 4. از اینجا ما چی رو به دست آوردیم؟ f4 رو به دست آوردیم که شده 6. خب اگه بخوایم اینجا هم 3 بذاریم چی رو باز به دست بیاریم؟ f4 به دست میاد که باز دوباره مساوی با 6 بشه. پس در واقع اینجا هم ما 3 میذاریم، هر کدوم 6 شد در واقع جواب درست همونه. اینجا 3 بذاریم میشه چی؟ 3 ضرب در 3 9 به اضافه 1 10. 10 به روی 4 مون 6 نمیشه، پس این جوابمون نیست. 2 ضرب در 3 به توان 2 میشه 18. 18 به اضافه اینجا هم 12 ضرب در 3 36. 36 به اضافه 18 میشه 54. 54 به روی 9 میشه 6. پس جواب B امکان داره. ببینیم در ادامه هم هست یا نه. 2 ضرب در 3 به توان 2 18 به اضافه 12 30 به روی 3 منهای 1 2 میشه.
که میشه 15 این نیست. 3 ضرب در 3 به توان 2 میشه 27 به اضافه 4 میشه 31 به روی 3 که 6 نمیشه و آخریش هم x به توان 2 9 به اضافه 3 ضرب در 3 هم 9 که میشه 18 به روی 12 منهای 5 که اینم 6 نمیشه. پس گزینه درستمون میشه گزینه B. و شاید این سوالات خیلی حالا توی آزمونا برخورد میکنین که حالا یه افاده ای رو میده تقسیم یه افاده دیگه شده، حالا گفته نتیجهش میشه چی. بچه‌ها با عدد گذاری میتونید خیلی راحت این سوالا رو حل کنید. ضرور نیست زمانتون رو حالا بیشتر و بیشتر حالا وقتتون روی این سوالات از دست بدون و از زمان آزمونتون کاسته بشه. بریم در سوالای بعدی رو ببینیم. سال نوم سال 2022 گفته x به اضافه 2 ضرب در f(x) مون منهای 3x ضرب در fx به اضافه 2 مساوی با 4x به توان 2 منهای mx به اضافه 3m منهای 1. از اینجا گفته f0 مون مساوی با چی؟ خب f0 مون اینجا دوتا هست، یک fx که اینجا اگه x رو 0 بذاریم میتونیم f0 رو به دست بیاریم، یا اینجا اگه منهای 2 بذاریم x رو اینجا هم 0 میشه، ولی ما اینجا m داریم که اول باز m رو به دست بیاریم. خب اگه 0 بذاریم چی میشه؟ میشه چی؟ 0 به اضافه 2 ضرب در f0 مون منهای 3 ضرب در 0 میشه 0 دیگه، پس اینجا 0 کلا منهای 0 مساوی با 4 ضرب در 0 اینجا هم 0 اینجا هم 0 میشه، پس در واقع فقط 3m منهای 1 میمونه. پس دو تا f0 مون مساوی با 3m منهای 1 هست. حالا اگه منهای 2 بذاریم چی میشه؟ جای x منهای 2 میذاریم. جای x منهای 2 بذاریم اینجا میشه 0، اینجا میشه منهای 3 ضرب در منهای 2 ضرب در اینجا میشه f0 مساوی با اینجا میشه 4 ضرب در 4 که میشه 16 منهای 2 گذاشتیم شد به اضافه 2m به اضافه 3m منهای 1. از اینجا چی رو به دست آوردیم؟ گفته چی؟ 3 منهای 3 ضرب در منهای 2 6 ضرب در f0 مون مساوی با 16 به اضافه 5m منهای 1. 16 منهای 1 میشه 15 منهای 5m رو داریم، 15 به اضافه 5m. خب که از اینجا 6 ضرب در f0 مون مساوی با 15 به اضافه 5m. خب ما دو f0 رو داریم که میشه 3m منهای 1، اینجا میگیم که 3 ضرب در 3m منهای 1 مون مساوی با 15 به اضافه 5m. واسه اینکه f0 رو به دست بیاریم حالا باز ما m رو به دست بیاریم که اینجا حالا بذاریم. خب اینجا چی میشه؟ میشه 3 ضرب در 3m منهای 1 میشه 9m منهای 3 مساوی با 15 به اضافه 5m. 5m رو میاریم این طرف، اینجا میشه 4m مساوی با منهای 3 رو ببریم این طرف میشه 18. در واقع m مون چی بوده؟ 9 به روی 2 بوده. خب اینجا چی داریم؟ 2f0 داشتیم، 2f0 داشتیم که مساوی بود با 3m منهای 1. پس میگیم 3 ضرب در 9 به روی 2 منهای 1 که مساویه با 3 ضرب در 9 27 به روی 2 منهای 1. حالا یه 2 هم اینجا داریم که حالا میگیم 2 ضرب در f0 مون مساویه با 27 منهای 2 به روی 2 میشه 25 به روی 2. تقسیم 2 کنیم f0 مون به دست میاد که میشه 25 به روی 4. گزینه B. خب این هم یک سوال خیلی خوب، حالا مال سال 2020. خب بریم ببینیم در ادامه چی داریم. سال 11 رو میبینیم که حالا اینا حالا از این به بعد سوال فانکسیون و اینا هستن. سال 11 گفته f3x به اضافه 1 مون مساوی با 4x به اضافه 5 به روی آی منهای 7x. گفته اگه f منهای 1 مون f منهای 1 منهای 1 مون بشه 4، f13 مون میشه چی؟ خب ما در واقع آ رو باز اینجا به دست بیاریم. ما چی داریم؟ f حالا معکوسمون رو داریم که چیه؟ پس در واقع این منهای 1 چیه؟ کل ایگرگمون هست و این 4 مون هم اینجا در واقع هست. چطور؟ در واقع f 4 مون مساویه با منهای 1 هست، چون حالا معکوسش هست به این صورت می نویسیم. خب بریم ببینیم که اینجا چی داریم. اگه f 3x به اضافه 1 مون بشه این، پس 3x به اضافه 1 مون باز 4 بشه که
بتونیم منهای یک به دست بیاریم. f(x) به اضافه 1 مون 4 باشه، 1 رو بیاریم این طرف، در واقع x مون 1 بوده. خب x مون اگه 1 باشه پس f4 مون مساوی با جای x1 میذاریم 4 ضرب در 1 به اضافه 5 به روی چی؟ آیه منهای 7 مساوی با چیه؟ مساوی با منهای 1 هست. مساوی با منهای 1. از اینجا چی میشه؟ 4 به اضافه 5 9. 9 مساوی با منهای 1 ضرب در آیه منهای 7 که میشه 7 منهای آ. 7 منهای آ. 7 رو بیاریم این طرف. 7 رو بیاریم این طرف میشه چی؟ آیمون میشه، اینو بیاریم این طرف میشه 2. آیمون در واقع میشه منهای 2. خب آ رو به دست آوردیم، الان میتونیم f13 رو راحت به دست بیاریم. خب پس در واقع f(x) به اضافه 1 مون چی بوده؟ آیمون چیه؟ منهای 2 هست. پس الان اگه بخوایم f13 رو به دست بیاریم باز بگیم 3x به اضافه 1 مساوی با 13. از اینجا 3x مون مساوی با 12، x مون میشه 4. خب x رو 4 میذاریم، f13 رو به دست میاریم. 4 ضرب در 4 16 به اضافه 5 به روی منهای 2 منهای 7 ضرب در x مون چی بود؟ 4 بود. خب صورت چی شد؟ صورت f13 مون مساوی با 16 به اضافه 7 16 به اضافه 5 میشه 21 به روی 7 ضرب در 4 میشه 28 منهای 2 میشه منهای 30. خب اینجا هر دو تقسیم 3 میشه، اینجا میشه 7 اینجا میشه 10. پس در واقع f13 مون بوده منفی 7 به روی 10. گزینه B. خب بریم ببینیم در ادامه چی داریم اینجا. گفته f منهای 1 g x مون مساوی با x به توان 3 به اضافه 10. f2 مون میشه چی؟ خب ما در واقع fx رو اینجا نیاز داریم، پس این دوتا رو جاشون رو با هم دیگه تعویض میکنیم. میگیم چی؟ fx به توان 3 به اضافه 10 مون مساوی با gx. حالا gx مون چیه؟ 2x به اضافه 5 هست. خب ما چی رو به دست آوریم؟ پس در واقع x به توان 3 به اضافه 10 مون مساوی با 2x به اضافه 5. خب اینجا از همون f2 رو پرسیده، پس اینجا رو مساوی با 2 قرار میدیم. پس میگیم x سوم به اضافه 10 مساوی با 2. 10 رو بیاریم این طرف، x سوممون مساوی میشه به منهای 8، x مون میشه منهای 2. خب پس اینجا f دویمون چی بوده؟ f دویمون میشه چی؟ 2 ضرب در منهای 2 به اضافه 5 که میشه 5 منهای 4 مساوی با 1. گزینه B. سوال بعدی اینجا سوال 12 گفته چی؟ f 5 به توان x منهای x به اضافه 1 مون مساوی با x به اضافه 3. f منهای 1 x مون چی میشه؟ خب بچه اگه بخوایم f منهای 1 اینجا به دست بیاریم چی میگیم؟ این دوتا رو با هم دیگه عوض میکنیم. میگیم چی؟ f منهای x به اضافه 3 مون مساوی با 5 به توان x منهای x به اضافه 1. خب ما چی رو نیاز داریم؟ f منهای x رو نیاز داریم. پس اینجا جا x چی میذاریم؟ x منهای 3 میذاریم. 3 واسه خط میخوره، f منهای 1 x مون به دست میاد. خب هر جا دیدیم x میگیم که x منهای 3 واسه بذاریم. پس میگیم 5 به توان x منهای 3 منهای x منهای 3 به اضافه 1. از اینجا f منهای 1 x مون مساوی میشه با 5 به توان x منهای 3 منهای x منفی ضرب در منهای 3 میشه مثبت 3 به اضافه 1 میشه 4. پس f منهای 1 x مون بوده 5 به توان x منهای 3 منهای x به اضافه 4. خب سوال بعدی سوال 13 سال 2021 سوال خیلی ساده. گفته gx مون یه عدد، حالا یه عدد حقیقیه که حالا همون c گذاشته اینجا. گفته اگه gx مون یه همچین چیزی باشه، حالا gx مون چنده؟ که حالا در واقع همون c رو از همون پرسیده که چند میشه. خب بچه ما چی گفتیم؟ گفتیم که gx مون مساوی با یک عدد حقیقی هست و هیچ xی نداره در واقع. پس این دوتا قسمت با 0 باشه. پس فقط ما نیاز داریم که آی ضرب در b رو به دست بیاریم که چنده؟ حالا همون c مون هم هست. خب a و b رو از کجا به دست میاریم؟ اینجا آی منهای 2 مون هم با 0 باشه، b به اضافه 5 مون تا اینجا رو 0 بسازه. پس میگیم آی منهای 2 مون مساوی با 0. از اینجا آی مون میشه 2، b به اضافه 5 مون مساوی با 0.
بیمون میشه منهای 5. آقای ضرب در بی رو پرسیده که میشه 2 ضرب در منهای 5 میشه منهای 10. گزینه آ. در ادامه سوال 15 رو با هم دیگه میبینیم. سوال 15 گفته چی؟ ایکسمون جزء اعداد حالا طبیعی هست و به این صورت یک حالا نامساوات بهمون داده. گفته حالا مجموع قیمت هایی که حالا x میتونه بگیره رو به دست بیاریم. خب ما در واقع اینجا 2 تا نامساوات داریم که به این صورت جداگانه میتونیم بنویسیم. میگیم چی؟ 2 به توان 1 منهای x دومه به روی 4مون کوچیک و مساوی با 1. دومی چیه؟ 5 به توان 5 منهای x مون بزرگ و مساوی با 1. خب اینجا اگه بخوایم بنویسیم میگیم چی؟ 2 به توان 1 ضرب در 4 که میشه 4 منهای x دوم به روی 4مون کوچیک مساوی با چی؟ به جای 1 مینویسیم 2 به توان 0. بعدی چی؟ اینجا 5 به توان 5 منهای x داریم. میگیم چی؟ بزرگ و مساوی با 5 به توان 0 هست. خب قاعده ها مساویه، پس مساوات برای چون قاعده ها بزرگ از 1 هست توانا رو حالا با نامساوات یکسان در نظر میگیریم. پس میگیم چی؟ 4 منهای x به توان 2 به روی 4 چی؟ کوچیک و مساوی با 0 و همچنان 5 منهای x مون بزرگ و مساوی با 0. خب این بالا رو من پاک کنم، اینجا رو به این صورت. خب اینجا ما 2 تا نامساواتمون رو الان داریم که چیه؟ اولی 4 ضرب در 0 میکنیم که حالا دوباره 0 میمونه. 4 منهای x به توان 2 مون کوچیک و مساوی با 0. خب اینو مساوی با 0 قرار میدیم. 4x به توان 2 مساوی با 0. از اینجا x مون میشه چی؟ x مون میشه 2، x2 مون میشه منهای 2. از اینجا اگه بخوایم حالا تابلوش رو رسم کنیم چی میشه؟ اینجا میشه منهای 2، اینجا میشه 2. خب واسه اینجا منفی مثبت منفی، چون اینجا کوچیک و مساوی با 0 پس اینجاها رو شامله. پس در واقع اینجا x مون چی بوده؟ بیرون از حالا بین 2 منفی 2 بوده و این 2 تا هم حالا شامله. بعدیمون چیه؟ بعدیمون گفته 5 منهای x مون بزرگ و مساوی با 0 که از اینجا x رو بیاریم این طرف، x مون چی میشه؟ کوچیک و مساوی با 5. خب 5 رو اینجا داریم که اگه بخوایم رسم کنیم در واقع به این سمت گفته و 5 هم شامله. خب از اینجا x مون کدوم قیمت ها رو میتونه بگیره؟ چون اعداد طبیعیه اعداد منفی شامل نمیشه، پس این قسمت رو نمیتونیم بگیریم. فقط از 2 تا 5 رو میتونیم بگیریم که در واقع x مون میشه 2 3 4 و 5. جمعشون کنیم میشه 9 به اضافه 5 14. گزینه دی. در ادامه سوال 14 یک سوال خیلی خوبیه که حالا خیلی بچه ها توی این سوال گیج شده بودن. سوال 21 یک سوال حالا ترکیب از پولینوم و نامساوات و گراف و احتمالات هست. گفته چی؟ fx مون مساوی با x به توان 2 منهای 6x به اضافه 12. گفته اگه f مون مساوی با b باشه احتمال این که آیمون بزرگ و مساوی از b هست چنده؟ البته اینجا بهمون یک حالا محدوده از اعداد داده یا انتروالی داده. گفته احتمال این که آیمون یا همون x مون چی باشه؟ بزرگ و مساوی. b مون چیه؟ در واقع y. x مون بزرگ و مساوی از y باشه در انتروال بین منهای 1 تا 6 چنده؟ خب بچه واسه هر این سوال اول ما باز گرافش رو اینجا رسم کنیم. پس fx رو اول به این صورت می نویسیم، به صورت یک مربع کامل بخوایم بنویسیم. fx مون مساوی با چی؟ x به توان 2 منهای 6x به اضافه 6x چیه؟ در واقع 2 ضرب در منهای 3 هست دیگه. پس میگیم چی؟ به اضافه 9 همون منهای 3 به توان 2 هست به اضافه 3. که حالا فرم چی رو بگیره؟ ما گفته بودیم که چیه؟ x منهای r به توان
2 به اضافه کا رو بگیره. حالا میخوایم همین چیزی به دست بیاریم. خب چی میشه؟ میگیم f x مون مساویه با اینجا آرمون چیه؟ 3 هست. x منهای 3 به توان 2 به اضافه چی؟ به اضافه کا. کایمون هم 3 هست. خب الان بخوایم گرافش رو اینجا رسم کنیم به این صورت هست. خب گرافش رو بخوایم رسم کنیم اینجا، خب ببینیم چی داریم اینجا. خب نقطه اعظمی، حالا همون نقطه اعظمی یا اصغریشون میشه چی؟ میشه آر و کایمون که حالا هر دوشون 3 هست. پس اینجا اگه بخوایم مشخص کنیم 3 و 3 اینجا هست. پس در واقع گراف این به این صورت هست که حالا قرار داره گراف fx مون که مساوی با x دوم منهای 6x به اضافه 12. خب ما کدوم انتروالو داشتیم؟ بین منهای 1 تا 6. خب گرافمون اگه به این صورت باشه، حالا یه گراف رسم کنیم که حالا منهای 1 مون میشه اینجا و 6 مون هم شده اینجا. خب از منهای 1 تا 6 اگه بخوایم به صورت واحد اینا رو تقسیم کنیم، در واقع چند واحد داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 واحد داریم از منهای 1 تا 7. پس میگیم چی؟ واسه بررسی احتمالاتش میگیم چی؟ 7. حالا با صورت رو به دست بیاریم، یعنی احتمالی که همچین چیزی امکان پذیر باشه چیه؟ میگیم چی؟ f آیمون مساویه با چی؟ آیمون باز بزرگ از b باشه. آیمون وقت بزرگ از b باشه، پس در واقع f آیمون باز چیه؟ b دیگه. f آیمون کوچیک و مساویه با آ. خب از اینجا f آیمون چیه؟ آی به توان 2 منهای 6 آی به اضافه 12 کوچیک و مساوی با آ. آرم میاریم این طرف. آ دوممون منهای 7 آی به اضافه 12 مون کوچیک مساوی با 0. از اینجا اینو مساوی با 0 قرار اگه بدیم میشه چی؟ آی منهای 3 ضرب در آی منهای 4 مساوی با 0 و حالا آیمون میشه چی؟ 3 و 4. حالا اگه بخوایم تابلوش رو رسم کنیم 3 تا 4. واسه ما چی رو کوچیک از 0 رو پرسیده؟ اینجا مثبت، اینجا منفی، اینجا مثبت. پس در واقع بین 3 و 4 رو ما میتونیم بگیریم که حالا کجا میشه؟ بین 3 و 4 اینجا میشه. پس در واقع f a و b مون روی گراف اینجا قرار داره. خب ما چی کار کرده بودیم؟ کل این انتروال رو به 7 قسمت مساوی تقسیم کرده بودیم که حالا احتمال این که آیمون چی باشه؟ آیمون بزرگ و مساوی با b باشه چیه؟ فقط یک واحده. پس چیه؟ احتمال اینمون هم 7 1 به روی 7 گزینه b. سوال خیلی خوب. حالا سوال 2021 بوده. سوال بعدی سوال 16 رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا رو پاک کنم. خب گفته چی؟ گفته 5x به اضافه a به روی b منهای 4x مون بزرگ و مساوی با 0. گفته اگه x مون بین منهای 3 تا 1 باشه مینیمم a به اضافه b مون چنده؟ خب بچه ها شاید یکم توی این سوالات گیج بشین، برین حالا تابلو بکشین مثل سوال قبل، ولی اگه دقت کنین اینا خودشون ریشه های همین افاده هستن، منهای 3 و 1. خب حالا از کجا بدونیم که این ریشه ها مال صورتن یا مخرج؟ خب بچه ها اینجا ما چی داریم؟ مساوی و بزرگتر داریم که این چی رو نشون میده؟ اونی که شامل انتروال نیست باز ریشه مخرج باشه و اونی که حالا شامل جزء x مون هست ریشه صورته. چون ما صفر ساز صورت رو باز اینجا بگیریم ولی صفر ساز مخرج رو نمیگیریم. پس در واقع b منهای 4x مون اینجا x رو باز چی بذاریم؟ x رو باز 1 بذاریم واسه 5x به اضافه a x مون میشه منهای 3. خب میگیم چی؟ 5x به اضافه a مساوی با 0. اینجا x مون چیه؟ منهای 3. پس میگیم 5 ضرب در منهای 3 مون به اضافه a مساوی با 0. 5 ضرب در منهای 3 میشه منهای 15. منهای 15 رو بیاریم این طرف. آیمون هم میشه 15. بعدی چیه؟ b منهای 4x که مساوی با 0. x مون چیه؟ 1 هست. پس در واقع b منهای 4 مون مساوی با 0. از اینجا b مون هم میشه 4.
از ما چی رو پرسیده؟ جمع این دوتا رو پرسیده که میشه 4 به اضافه 15. جمع کنیم آی به اضافه بی مون میشه 19. گزینه دی. اینم یک سوال خوب بود که راه حل که حالا ساده تر و زودتر میتونید توی این سوال به جواب برسیم اینه که گفتم. بریم ببینیم در ادامه چی داریم. سوال 17 دوباره یک سوال نامساوات سال 2020. گفته چی؟ گفته 3 به توان x ضرب در x سوم منهای 8 قدر مطلق x منهای 7 به روی 2x به توان 3 منهای 6x دوم منهای 20x مون کوچیک و مساوی با 0. گفته حالا انتروالی که حالا توش x قرار داره حالا از کجا تا کجا هست. خب بچه ها توی نامساوات ها ما چند تا نکته داریم. اول اینکه اعداد توان داره رو ما اصلا بررسی نمی کنیم. چرا؟ چون x اینجا هر قیمتی بگیره روی حالا منفی یا مثبت بودن افادهمون تأثیری نمیذاره، پس اینو حذف میکنیم. مثل اینکه این اصلا اینجا حضور نداره. بعدی چی؟ بعدی قدر مطلق ها هست که اینجا فاز قدر مطلق ها فقط صفر سازاشو در نظر میگیریم. میگیم چی؟ x منهای 7 مون مساوی با 0، x مون مساوی با 7. اینجا فقط 7 برامون مهمه. چرا؟ چون این 7 این افاده رو صفر میکنه. حالا اگه معادله شامل مساوات هم داشت، یعنی بزرگ و مساوی یا کوچیک مساوی بود، صفر ساز رو میگرفتیم، اگه نبود نمیگرفتیم. چون اینجا فقط کوچیک از صفره، پس x مون مساوی با 7 نیست. این هم در واقع حذف میکنیم. بعدی چی؟ اینا رو مساوی با 0 قرار میدیم. چی؟ میگیم x سوممون مساوی منهای 8 مون مساوی با 0. از اینجا x سوممون مساوی با 8، x مون میشه حالا رادیکال سوم 8 که میشه 2. پس ریشه اولمون این بود. حالا مخرج رو مساوی با 0 قرار میدیم. خب مخرج رو اینا رو پاک کنم. خب ریشه اولمون x مساوی با 2 بود. ریشه های بعدیمون از مخرج میشه 2x سوم منهای 6x به توان 2 منهای 20x مساوی با 0. از اینجا x رو مشترک بگیریم میشه چی؟ 2x به توان 2 منهای 6x منهای 20 مون مساوی با 0. خب ریشه دوممون چی بود؟ x مساوی با 0 و اینجا مساوی با 0 باز قرار بدیم. پس ریشه دوممون x مساوی با 0. ریشه بعدی رو میگیم چی؟ 2x به توان 2 منهای 6x منهای 20 مون مساوی با 0. خب اینجا 2x و x اینا میتونیم بگیم که 4 و 5 که 5 ضرب در 2 مون میشه 10. حالا 4 مون اگه منفی باشه میشه منهای این مثبت باشه این منفی، که حالا 10x به اضافه 4x اون میشه 6x. خب ریشه بعدیمون چیه؟ x منهای 5 مساوی با 0، x مون مساوی با 5. خب ریشه سوممون پس بوده x مساوی با 5. بعدی هم 2x به اضافه 4 مساوی با 0 که از اینجا x ریشه چهارممون هم میشه منهای 2. ریشه چهارممون هم بوده منهای 2. خب الان چیکار میکنیم؟ تابلوی اینا رو رسم میکنیم. خب اینجا رو پاک کنم تا بتونیم تابلوش رو رسم کنیم. خب ریشه هامون رو بنویسیم. چی بود؟ 4 تا ریشه داشتیم. منهای 2 0 2 و 5. خب اگه بزرگ از 5 بذاریم اینجا میشه مثبت، پس اینجا منفی مثبت منفی مثبت. خب کدوم انتروال حالا شامل بود؟ اونایی که کوچیک از 0 بودن، پس فقط منها رو میگیریم. میگیم چی؟ از 2 تا 5 و از منهای 2 تا 0. پس x مون چیه در واقع؟ x مون از منهای 2 تا 0 و از 2 اجتماعش با از 2 تا 5. گزینه دی. خب این هم از سوال 17 که سوال حالا خیلی مشکلی نبود. سوال 2022. بریم ببینیم در ادامه چی داریم. سوال 19 رو میبینیم. سوال 19 یا سوال خیلی ساده هست. گفته یک گراف بهمون داده که گراف gx و fx مونه. گفته g0 به اضافه f3 به اضافه fg2 چند میشه؟ خب g0 رو بخوایم از گراف به دست بیاریم، این گراف g مونه که g0 مون میشه 1، پس میگیم 1 به اضافه 1. این هم گراف f مونه
که چی رو پرسیده؟ f3 رو پرسیده که اینجا هست که میشه 0 به اضافه fg2. اول g2 رو به دست میاریم که g2 مون اینجا مساویه با 3 دوم، پس در واقع f3 دوم ازمون پرسیده که میگیم 1 به اضافه f3 دوممون چیه؟ اینجاست که شده 4 که میگیم چی؟ 1 به اضافه 4 مون میشه 5 گزینه ای. سوال خیلی ساده، نه خیلی مشکل. سوال 18 رو ببینیم. سوال 18 سال 2020 هست. گفته f منهای 5 مون میشه چی؟ به ترتیب بررسی میکنیم. اول f منهای 5 رو به دست میاریم که اینم گراف f مونه. f منهای 5 مون اینجا هست که شده منهای 3. بعد چی؟ f منهای 3 رو میبینیم. f منهای 3 مون اینجا هست که شده 3. پس در واقع الان اینجا چی شد؟ اینجا 3 شد. پس f3 رو میبینیم. f3 مون اینجا هست که میشه منهای 4. پس این افاده در واقع مساوی بوده با f منهای 4 مون که f منهای 4 مون اینجاست که شده 0 گزینه D. سوال بعدی سوال 20 هست که به ظاهر مشکل به نظر میاد ولی یه راه حل خیلی ساده داره. بچه توی هندسه یا توی حالا بحث ریاضی اگه با یه همچین سوال بالا برخورد کردین که حالا داخل یک مثلث یک مربع یا مستطیل بهتون داد و حالا ماکسیموم مساحتش رو خواست، بچه همیشه ماکسیموم مساحت یک مربع یا مستطیل توی یک مثلث آ یا کل مساحت این مثلث به روی 2 هست. یعنی بیشتر از نصف مساحت مثلث رو نمیتونه بگیره. پس ما هم اینجا چیکار میکنیم؟ این مثلث که اینجا هست رو مساحتش رو به دست میاریم، تقسیم 2 کنیم، ماکسیموم مساحت ABCD رو که اینجا هست رو به دست میاریم. خب اول واسه اینکه مساحت این مثلث رو بتونیم حساب کنیم باز این نقطه ها رو به دست بیاریم و اینجا رو. خب اولی چیه؟ اینجا هست که باز اینجا چیکار کنیم؟ y رو مساوی با 0 قرار بذاریم توی حالا قطع خط کا. اگه y رو مساوی با 0 قرار بدیم منهای 2x منهای 6 مون مساوی با 0، منهای 2x ببریم این طرف 2x مون میشه منهای 6، x مون میشه منهای 3. پس در واقع اینجا بوده منهای 3. بعدی اینجا هست که دوباره y 0 توی حالا قطع خط ای مون که y رو اگه 0 بذاریم 4x مون مساویه با 18 رو ببریم این طرف مساوی با 18. x مون اینجا چیه؟ x مون میشه 18 به روی 4 که میشه 9 دوم. بعدی اینجا هست که کدوم اینو اگه x رو 0 بذاریم میتونیم این نقطه رو به دست بیاریم. خب اینجا اگه 0 بذاریم x رو y منهای 6 مون مساوی با 0، اینجا y مون شده 6. خب الان راحت این کار چیه که این مثلث رو به صورت حالا اینطوری مساحتش محاسبه کنیم که این قطع خط 6، میگیم چی؟ 6 ضرب در خب طول اینجا میشه 3، اینجا هم 9 دومه دیگه. پس 6 ضرب در 3 به اضافه 9 دوم به روی 2 مساحت مثلث رو بهمون میده. 2 با 6 خط میخوره اینجا میمونه 3 به اضافه 9 دوممون میشه 15 به روی 2 ضرب در 3 میشه 45 دوم. خب ما گفتیم چی؟ ماکسیموم مساحت مستطیلمون چیه؟ مساحت مثلث به روی 2 که میشه چی؟ 45 دوم به روی 2 که میشه 45 به روی 4 گزینه C. خب در ادامه سوال 21 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. سوال 21 گفته یک گراف fx بهمون داده، گفته حالا این افادمون میشه چی؟ خب از همین اینجا شروع میکنیم. گفته f3، پس اول f3 رو باز به دست بیاریم که چیه؟ 0. پس اینجا چی رو نیاز داریم؟ f0 رو نیاز داریم که f0 مون اینجا میشه چی؟ 2. پس اینجا شده 2 میگیم 2. بعدی چی؟ f منهای 1 4. پس در واقع اگه y مون منهای 4 باشه x مون گفته چند میشه؟ اینجا y مون 4، x مون شده 4. پس میگیم 2 به اضافه 4 به روی f2 رو پرسیده. f2 مون میشه 4 سوم. بعدی چی؟ f منهای 1 2 رو پرسیده. y مون اگه 2 باشه گفتیم چیه؟ x مون 0 به اضافه 0 میشه چی؟ 6 به روی
چی؟ اینم معکوس میکنیم، میگیم چی؟ 3 ضرب در 4، 3 به روی 4 چه ضرب در 3 به روی 4 که اینجا میشه 18 به روی 4 میشه 9 دوم. گزینه آ. در ادامه سوالات مبحث مثلثات هست که بچه حالا هر سال یکی دوتا سوالات مثلثات هم توی آزمون داریم. حالا من پی دی اف شو واسهتون میفرستم، میتونید ببینید توی هر سال چند سوال بوده، حالا سوالاتش به چه صورت بوده. حالا به ترتیب فصلا واسه همین درست کردم چون میتونید راحت‌تر ببینید سوالاتش چه تیپ بوده، از هر مبحث چند تا سوال بوده. خب ببینیم سوال 22 چی میگه. گفته ای که به روی کوتانژانت x منهای 1 به روی تانژانت x مون مساوی با 2. حالا کوتانژانت x به توان 2 به اضافه تانژانت به توان 2 مون میشه چی؟ خب اول بچه ها ما اگه بخوایم این کسر رو ساده کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم 1 ضرب در تانژانت x منهای 1 ضرب در کوتانژانت x به روی ضرب این دوتا. میگیم چی؟ تانژانت x منهای کوتانژانت x به روی ضرب این دوتا. خب مساوی با چی بود؟ مساوی با 2. خب اینو میدونیم که ضرب این دوتا چیه؟ 1 چون معکوس همدیگه هستن. این کوسینوس به روی سینوس، اینم سینوس به روی کوسینوسه که همدیگه رو خط میزنن. پس اینجا میشه 1. در واقع ما چی داریم؟ تانژانت x منهای کوتانژانت x رو داریم که میشه چی؟ میشه 2. حالا هر دو طرف رو به توان 2 اگه بلند ببریم چی میشه؟ اینم توان 2 کنیم، اینم میشه تانژانت x به توان 2 منهای 2 ضرب در تانژانت x ضرب در کوتانژانت x به اضافه کوتانژانت x به توان 2 مساوی چی؟ 2 به توان 2 که میشه 4. خب از ما هم در واقع چی رو پرسیده بود؟ جمع این دوتا رو پرسیده بود. خب میگیم چی؟ کوتانژانت x به توان 2 به اضافه تانژانت x به توان 2. خب اینجا چیه؟ این دوتا ضربشون دوباره میشه 1. اینجا میمونه منهای 2. منهای 2 رو میبریم اون طرف میشه 4 به اضافه 2 که میشه 6. پس جوابمون چی بوده؟ 6 بوده، گزینه B. خب سوال 23 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. دقت کنید بچه‌ها سوال 20 سوال اینجا سوال 22 سوال 23 سوال 21 هست. دقت کنید سوال هر دوش یکیه، فقط چیکار کرده؟ اینجا 2 داریم، اینجا هم 5 داریم. پس توی سوالات اینو دقت کنید، سوالات مشابه خیلی داریم توی آزمونا. خب پس ببینیم اینجا چیکار میتونیم بکنیم. سوال 23 دوباره همون کار میکنیم، میگیم چی؟ تانژانت به اضافه کوتانژانتمون مساوی با، حالا مخرجمون دوباره 1 میشه. چیکار میکنیم اینجا؟ میگیم چی؟ تانژانت به اضافه کوتانژانتمون این بار شده چی؟ 5. دوباره به توان 2 بلند میبریم، میگیم چی میشه؟ تانژانت به توان 2 آیمون به اضافه کوتانژانت به توان 2 آیمون منهای 2 مساوی با 5. منهای 2 رو میبریم این طرف، پس میشه چی؟ تانژانت به توان 2 آیمون به اضافه کوتانژانت به توان 2 آیمون میشه چی؟ 2 به اضافه 5 که میشه 7. اینجا 5 به توان 2 البته اینو فراموش کردم که میشه 25. منهای 2 رو هم ببریم این طرف میشه 27، گزینه D. بعدی دوباره سوال 21 هست. دوباره خیلی مشابه همون سواله. دوباره منهای دوتا از افاده های حالا مثلثاتی رو داریم که گفته حالا تانژانت 2x مون میشه چی؟ خب اینجا هم دوباره هر دو طرف رو به توان 2 اگه بلند ببریم چی میشه؟ میگه چی؟ سینوس x به توان 2 منهای 2 ضرب در سینوس x ضرب در کوسینوس x به اضافه کوسینوس x به توان 2 که مساویه با توان 2 این که میشه 4 به روی 10 یا همون 2 به روی 5 دیگه، میگیم 2 به روی 5. خب اینجا چی داریم؟ ما میدونیم که سینوس دوم x به اضافه کوسینوس دوم x میشه چی؟ 1. خب اینجا هم چی داریم؟ منهای 2 تا سینوس x ضرب در کوسینوس x داریم که اینجا رو میدونیم که میشه سینوس 2x. پس در واقعی که منهای سینوس 2x رو داریم که مساوی با 2 به روی 5. از اینجا سینوس 2x رو میتونیم به دست بیاریم که میشه چی؟ 1 منهای 2 به روی 5 که میشه 3 به روی 5. خب سینوس 2x رو داریم، میتونیم تانژانت 2x رو با حالا رسم یک مثلث راحت پیدا کنیم. خب به این صورت یک مثلث اگه داشته باشیم اینجا چیه؟ اینجا 2x مون باشه
مقابل 2x مون چی بوده؟ 3 بوده و ترمون 5 بوده. اینجام چیه؟ 3 مثلث قائم مشهورمون 3 4 5. خب اینجا اگه بخوایم تانجانت 2x رو به دست بیاریم چی میشه؟ تانجانت 2x میشه چی؟ ضلع مقابله به روی مجاور که میشه 3 به روی 4. گزینه آ. همین راحتی. بریم ببینیم سوال بعد چی گفته. سوال بعدی سوال 26. سوال 26 گفته کوسینوس پی به روی 17 کوسینوس 2 پی به روی 17 4 پی به روی 17 و 8 پی به روی 17 رو کوسینوس هاشون رو با هم دیگه ضرب کنیم چی میشه؟ خب بچه اولین چیزی که اینجا حالا باز دقت کنید اینا هستن که حالا دو تا دارن زیاد میشن. خب ما اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ اگه اینو کوسینوس پی به روی 17 رو ضرب در سینوس پی به روی 17 کنیم چی رو میتونیم از اینجا به دست بیاریم؟ و یک دو نیاز داریم تا چی رو به دست بیاریم؟ سینوس پی 2 پی به روی 17 رو به دست میاریم. حالا اون ضرب این بشه چی رو به دست میده؟ بهمون سینوس 4 پی دوم و اون اینو بهمون میده. پس ما هم همین کارو میکنیم. این افاده رو هم در صورت هم در مخرج ضرب در 2 سینوس پی 17 هم میکنیم. از اینجا این چی میشه؟ میشه 2 تا سینوس 2 پی 17 هم میشه که اینجا دوباره یک دو کم داریم که حالا با این ترکیب بشه. پس در مخرج صورت یک دو ضرب میکنیم. چی رو بهمون میده؟ میده سینوس 4 پی 17 رو بهمون میده که اینو دوباره با این یه جا میکنیم. البته یک دو نیاز داره، هم تو صورت هم مخرج یه دو اضافه میکنیم. چی رو بهمون میده؟ سینوس 8 پی 17 رو بهمون میده. خب تا اینجا چی داریم؟ در مخرج 8 تا سینوس پی 17 هم داریم، در مخرج هم در صورت هم اینا رو داریم. خب اینجا هم دوباره میتونیم این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنیم، یک دو کم داریم پس میگیم ضرب 2 ضرب در 2. خب در صورت چی داریم؟ میگیم چی؟ سینوس 2 ضرب در 8 پی 17 هم که میشه 16 پی به روی 17. حالا به روی چی؟ 16 ضرب در سینوس پی 17. خب الان چیکار میتونیم بکنیم؟ بچه ها دقت کنین، ما اینجا 16 پی به روی 17 داریم، اینجا هم پی به روی 17 داریم. این دوتا رو جمع کنیم چی میشه؟ به اضافه پی به روی 17 مساوی میشه چی؟ اینجا میشه 17 پی 17 خط میخوره میمونه پی. خب ما چی داشتیم؟ اگه آی به اضافه بی مون مساوی با پی بود، سینوس آ مساوی با چی بود؟ سینوس بی بود. پس در واقع اینجا هم سینوس 16 پی به روی 17 مون مساوی با سینوس پی به روی 17. خب پس این دوتا در واقع با هم دیگه خط میخورن، میشه چی؟ میشه 1 به روی 16 گزینه سی. نه از این سوال که خیلی راحت با این کار میتونیم حلش کنیم. سوال 2022 بود، یک سوال خیلی خوب. سوال بعدی سوال 25 هست. گفته اگه f مون بین 0 و p باشه، حالا x مون f(x) مون مساوی با سینوس 2x منهای x. گفته ماکسیموم آبسیس حالا x مون در نقطه اعظمی گراف بین 0 و p چنده؟ خب اینجا انتروالش رو بهمون داده. بچه ها نقطه اعظمی یک فانکسیون رو چطور به دست می آوردیم؟ مشتقش رو به دست می آوردیم مساوی با 0 قرار می داریم. خب مشتق fx رو اگه بگیریم چی میشه؟ f ضرب x مون مساوی با 2 ضرب در کوسینوس 2x منهای 1 مساوی با چی؟ 0. از اینجا کوسینوس 2x مون مساوی با 1 رو ببریم این طرف تقسیم 2 کنیم که به روی 2. خب کوسینوس چند درجه مون میشه؟ 1 دوم. کوسینوس 60 درجه مون. پس اینجا در واقع چی داشتیم؟ که 60 درجه مون میشه پی به روی 3. خب پس چی بوده؟ 2x مون مساوی با پی به روی 3. از اینجا x مون میشه پی به روی 6 گزینه ای.